رقم ما از بازی جوابی دور نیم نهایی چمپیوناتی تاجیک شماره یکم دروازه‌بان دسته پامیر رقم 6 سینو کرم خدویف رقم 14 کاپیتان دسته فوتبال تاجیکستان خوب میدونند. بازیگری که عضو تیم منتخب فوتبال تاجیکستان هم هست. ضربه سویو و گل. سیاوش کیوموف توانست اولین شده با دروازه پامیر گل بزند. تلاش بازیگران دسته سورا. یک وضعیت خوب و توپ وارد دروازه پامیر می شود. حساب 2-0. ببینید چگونه امکانیت برای امید کوزیف و بازیگر رقم 12 دسته توپ را باید از جانب بازیگران سورا. علیف فرصت هست 1-1 با دروازه‌بان و گل سوم. نسیم شب اشتباه میکنه سینو کرم خدویف فیضعلی و گل چهارمی دسته سورا. حساب 4-0 متوجه میشویم. ضربه خوبت بگ روشنبک فرصتی نوبتی و فریدون نعمتوف اما این امکانیت هم از دست رفت برای بازی فوتبال تاجیکستان. میرعلی شریپوف است و حالا یک امکانیت زیبا برای بازیگران سورا و ببینید که چگونه امکانیت برای لگیونر گرجستانی دسته سورا بود. امکان دارد که این حالت رو با ما تکرارا نمایش بدهد. نه این گل است. این گل پنجم است برای بازیگران دسته سورا. فیروز سنگوف و گل ششم اینجا واردی دروازه پامیر می شود. بازیگر رقم 11 فیروز پرتاب با فیضعلی سردارов امکانیت برای فیضعلی و گل هفتم با دروازه پامیر. محمد شریپوف توپ را واردی دروازه پامیر کرد و حساب را 7-0 نمود در لحظه های اخیر و محمد شریپوف جانب هواداران دسته سورا که